امروز میخوایم با همین تحچین قالبی خوشگل و خوشمزه رو با تمام نکاتش درست کنیم. سلام، خوبید بچه ها؟ بریم برای درست کردن تحچینمون. اول از همه یه دونه سینه مرغ رو به همراه یه پیاز و یکم ادویه و نمک و فلفل میذاریم رو گاز تا بپزه. وقتی که پخت ما اون مرغا رو ریش میکنیم. یه دونه بادمجون داریم که اینطوری حلقه حلقه میکنیم، روش یکم نمک میریزیم و میذاریم تا به مدت نیم ساعت بادمجونا آب بندازه. این کار باعث میشه که بادمجونا تلخیش از بین بره. بعد دو طرفش رو قشنگ سرخ میکنیم. حالا یه دونه تخم مرغ رو توی کاسه میریزیم، نمک و فلفل، 3 تا قاشق غذاخوری ماست، به اندازه نوک قاشق چایخوری پودر هل، 3 قاشق غذاخوری زعفرون قلی، زعفرون دم کرده، نصف قاشق غذاخوری گلاب و 4 قاشق غذاخوری روغن مایه هم اضافه می‌کنیم و این مخلوطمون رو حل می‌گیریم. حالا 2 تا پیمونه برنج آبکش شده داریم. بچه‌ها حواستون باشه برای تحچین نباید بذارین برنجتون زیاد بپزه. یکم که توی آب جوشمون سریع آبکش بکنید. یعنی از حالت عادی که برای برنج آبکش می‌ذارین، برنجاتون رو باید خیلی نپخته‌تر بردارید. و حالا داخل قابلمه‌مون که قطره کوچیکی هم داره یه کوچولو روغن میریزیم، از این مواد برنجمون میریزیم داخلش یه لایه و بعد از اینکه یه لایه ریختیم اون مرغ و بادمجونی که از قبل آماده کرده بودیم و وسطش میذاریم. شما هر چیزی که دوست دارین میتونین بذارین، مثل گوشت، مثل اسفناج، هر چیزی که تو خونه‌تون دارین. من مرغ بادمجون ریختم چون این ترکیب و واسه تحچین خیلی دوست دارم. فقط حواستون باشه نگاه کنین دور تا دور ظرف من یکم فاصله داره از این مواد با اون برنج. این فاصله رو حفظ بکنید چون ممکنه بعداً موقع پخت بسوزه. حالا لایه بعدی برنجمون رو میریزیم. توی هر لایه از این برنجا آروم با پشت قاشقتون یکم این برنجا رو روش بزنین اینجوری که اون حالت انسجام و تحچینتون داشته باشه و بعد به مدت 1 ساعت با شعله کم روی گاز میذاریم تا بپزه. برای فرم دماشو تو کپشن نوشتم براتون. نگاه کنید وقتی دور تا دورش کاملا طلایی شد تحچینمون آماده است و به این صورت روی بشقابمون برمیگردونیم. به به، یعنی نگم از عطر و طعم و خوشمزگی این تحچین یه غذای کامل و فوق العاده خوشمزه بدون اینکه بخواید برنج و خورشت رو جدا درست کنید. یه غذای خیلی کامل و مجلسیه. مطمئنم عاشقش میشید، انقدر که سریع و راحت آماده میشه. اینم از بافت داخلش. درست کنید و نوش جون کنید.